با تشکر از اینکه نرم افزار جامع ارسال و دریافت پیام کوتاه پارس SMS را انتخاب نموده‌اید. به منظور سهولت کار برای شما کاربران عزیز، در این راهنما نحوه کار با قسمت‌های مختلف نرم افزار به صورت گام به گام به تصویر کشیده شده است. امید است که شما کاربر گرامی بهره لازم و کافی را از این مجموعه ببرید. به منظور انجام هر کاری در نرم افزار پارس SMS میبایست در ابتدا با منوهای این نرم افزار آشنایی کامل داشته باشید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌نمایید، این نرم افزار شامل چندین منو است که در ادامه به توضیح کامل هر یک از آنها خواهیم پرداخت. منوی دفترچه تلفن. این قسمت برای ثبت شماره موبایل‌های مورد نظر شما برای ارسال در نظر گرفته شده است. شما می توانید شماره موبایل‌های دوستان، آشنایان، همکاران و یا مشتریان خود را در این قسمت ثبت نموده و در قسمت‌های دیگر نرم افزار از آنها استفاده نمایید. توجه کنید که در این قسمت شما می توانید برای هر نام و نام خانوادگی یک شماره موبایل ثبت کنید و وارد کردن نام و نام خانوادگی ضروری است. در صورت کلیک بر روی مثلث کوچک زیر این منو، زیرمنویی با 3 گزینه نمایش داده خواهد شد. حال با بررسی یک مثال به معرفی نحوه کار با این منو خواهیم پرداخت. بر روی منوی دفترچه تلفن کلیک نمایید. 3 زیرمنو نمایان می شود. 1. ثبت شماره جدید. از این گزینه به منظور ثبت یک شماره موبایل جدید استفاده می شود. با کلیک بر روی این گزینه پنجره ثبت شماره جدید نمایش داده می شود. در این پنجره شما قادر خواهید بود تمام اطلاعات مربوط به شخص مورد نظر را به طور دستی وارد نمایید. بعد از تکمیل اطلاعات این پنجره برای ثبت شماره جدید دکمه ثبت را کلیک نمایید. بعد از وارد کردن شماره موبایل به منظور ثبت این شماره بایستی کلید اینتر را فشار دهید. در صورتی که تمایل دارید برای فرد مورد نظر پیام تبریک تولد یا تبریک سالگرد ازدواج فرستاده شود، در این پنجره میبایست تاریخ تولد یا ازدواج و یا هر دو را وارد کرده و بعد تیک مربوط به گزینه‌های ارسال پیام تبریک را فعال نمایید. گزینه دوم از زیرمنوی دفترچه تلفن ورود از فایل است. در صورت انتخاب این گزینه زیرمنویی شامل 2 گزینه دیگر نمایش داده خواهد شد. ورود اطلاعات دفترچه تلفن از بیزنس کارت. همانطور که می‌دانید بیزنس کارت همان خروجی نرم افزار اوتلوک است که حتی می‌توان با اتصال تلفن همراه به کامپیوتر شماره‌ها را وارد اوتلوک کرده و از آنجا با زدن دکمه ورود از بیزنس کارت وارد دفترچه تلفن نرم افزار نمود. ورود از اکسل. ورود اطلاعات دفترچه تلفن از فایل اکسل. چنانچه بخواهید شماره‌های خود را که بر روی یک فایل اکسل با پسوند XLS یا XSLX ذخیره نموده‌اید وارد دفترچه تلفن نمایید، از این گزینه استفاده کنید. دقت داشته باشید که در ایجاد فایل اکسل ورودی بایستی هر یک از ستون‌ها هدر متناسب با نوع اطلاعات درون ستون را داشته باشند. به غیر از ستون مربوط به شماره موبایل و ستون مربوط به نام و نام خانوادگی، ایجاد بقیه ستون‌ها الزامی نیست. و سومین گزینه زیرمنوی دفترچه تلفن نمایش دفترچه تلفن می باشد. با کلیک روی این گزینه شماره تلفن‌های ثبت شده در دفترچه تلفن خود را در 5 شکل متفاوت به صورت صفحه به صفحه خواهید دید. به منظور تغییر نحوه نمایش دفترچه تلفن کافی است روی یک از شماره‌های ثبت شده راست کلیک نمایید و گزینه نمایش را انتخاب نمایید.
همچنین با کلیک راست کردن بر روی صفحه اصلی این زیرمنو قادر به ایجاد شماره جدید، به روزرسانی، دفترچه تلفن، اضافه کردن شماره تلفن به یک گروه خاص و یا حذف همه شماره‌های صفحه جاری خواهید بود. همچنین با کلیک راست بر روی یک شماره می توانید اطلاعات مربوط به آن کاربر را ویرایش، حذف و یا به آن شماره پیام فوری ارسال نمایید. همچنین خواهید توانست اطلاعات دفترچه تلفن را به صورت فایل اکسل یا به صورت بیزنس کارت خارج نمایید. این گزینه‌ها اغلب در هنگام پشتیبانگیری از پایگاه داده‌ها استفاده خواهند شد. همچنین از منوی فیلتر در این بخش می توانید عمل جستجو در دفترچه تلفن را بر اساس کلیه پارامترهای آن مانند نام خانوادگی و غیره انجام دهید. کلید میانبر این گزینه کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه پی می باشند. منوی بعدی از منوی ابزار گروه ها می باشد. این منو برای سهولت در ارسال پیام در نظر گرفته شده است. به این صورت که شما می توانید در این قسمت یک سری شماره موبایل را برای ارسال پیام گروه بندی کرده و در هنگام ارسال پیام تنها با انتخاب گروه ارسالی پیام خود را ارسال نمایید. به منظور ایجاد گروه جدید بر روی مثلث کوچک پایین گروه ها کلیک کرده و گزینه ایجاد گروه جدید را انتخاب نمایید. سپس درون صفحه نمایش داده شده یک نام برای گروه خود انتخاب کرده و توجه داشته باشید که نام گروه شما نبایستی تکراری باشد. سپس باقی اطلاعات را وارد کرده و دکمه بعدی را بزنید. در اینجا شما می توانید از 3 طریق شماره موبایل های مورد نظر را برای این گروه انتخاب کنید. شما یک شماره های مورد نظر خود را از دفترچه تلفن انتخاب کنید. 2 یک یا چند رنج را برای شماره ها در نظر بگیرید. مثلا ابتدای بازه 0917 7000 و انتهای بازه 0917 9000 باشد. و سومین روش شماره های مورد نظر خود را از طریق فایل متن و یا XML وارد کنید. برای مشاهده گروه ها می توانید از گزینه نمایش گروه ها استفاده کنید. به طور مثال من 4 شماره برای اضافه شدن به این گروه را انتخاب می کنم و سپس روی دکمه اضافه کلیک می کنم. این 4 شماره به گروه کاربران گروه های من اضافه شده است. دکمه بعدی را کلیک می نماییم. یک گروه جدید با موفقیت ایجاد شد. برای مشاهده گروه ها می توان از گزینه نمایش گروه ها استفاده کرد. توجه کنید که برای ارسال SMS برای افراد یک گروه بایستی SMS را از طریق برنامه‌های تبلیغاتی تعریف کنید. کلید میانبر این گزینه کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه G می باشند. منوی پیشنویس‌ها. پیشنویس‌ها در واقع متن‌های از پیش تعریف شده‌ای هستند که یک بار تعریف می‌شوند و در هنگام ارسال پیام می‌توان از آنها استفاده نمود. برای ایجاد پیشنویس از گزینه ایجاد پیشنویس جدید استفاده کنید. ابتدا مشخص کنید که به چه زبانی پیشنویس شما نوشته شود. سپس متن پیشنویس را وارد کنید و در همان لحظه می توانید تعداد حروف وارد شده و تعداد پیام خروجی را مشاهده کنید.
تعداد حروف و تعداد SMS ها. چنانچه تمایل دارید در هنگام ارسال SMS برای گیرنده هایی که درون دفترچه تلفن نرم افزار ثبت شده‌اند، پارامترهای دفترچه تلفن به صورت پویا در متن SMS توسط گیرنده دیده شود، فرضاً بر حسب اینکه مرد هستند جناب آقای و یا زن هستند سرکار خانمه، سپس نام و نام خانوادگی آنها دیده شود، می توانید از منوی سمت چپ هر یک از پارامترها را دابل کلیک کنید تا پارامتر در محل مورد نظر کرسر قرار گیرد و در هنگام ارسال پیام با پارامتر دفترچه تلفن پر می شود. برای مشاهده پیشنویس ها نیز از گزینه نمایش پیشنویس ها انتخاب کنید. در پنجره نمایش پیشنویس ها با کلیک راست بر روی هر پیشنویس می توان آن را ویرایش یا حذف کرد و یا متن آن پیشنویس را به عنوان پیام فوری ارسال کرد. کلید میانبر صفحه کلید برای این منو کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه تی می باشند. منوی برنامه‌های تبلیغاتی. به منظور ایجاد یک پیام تبلیغاتی جدید بر روی این گزینه کلیک کرده و ابتدا برای برنامه تبلیغاتی خود یک اسم انتخاب می‌کنیم. سپس متن پیام را یا از پیش‌نویس‌های موجود انتخاب کرده و یا تایپ می‌کنیم. در این صورت می توانیم تعداد پیام و تعداد حروف متن را نیز مشاهده کنیم. سپس دکمه بعدی را زده و از بین گروه‌های موجود یک گروه را برای ارسال پیام خود انتخاب می‌کنیم. حالا برنامه تبلیغاتی شما ایجاد شده است. برای ارسال این برنامه بایستی گزینه مشاهده برنامه تبلیغاتی را زده و با کلیک راست بر روی برنامه تبلیغاتی مورد نظر گزینه ارسال را انتخاب کنید. در صورت اینکه تمایل دارید امضای شما در انتهای پیام ثبت شود، این گزینه را فعال نمایید. سپس دکمه ارسال را کلیک نمایید. کلیک میانبر این منو کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه دی می باشند. زیر منوی بعد از منوی برنامه‌های تبلیغاتی مسابقه می باشد. شما می توانید در این بخش با زدن دکمه مسابقه جدید وارد مراحل ایجاد یک مسابقه جدید بشوید. برای ایجاد مسابقه روی گزینه مسابقه جدید کلیک نمایید. ابتدا نام مسابقه را وارد کنید. اگر تمایل دارید که شرکت کنندگان در مسابقه با نوشتن علامتی در سطر ابتدای پیام خود مشخص کنند که پیام ارسالی مربوط به کدام مسابقه است، بایستی گزینه علامت ارسالی را با مشخص کردن علامت ارسالی پر کنید. شماره ارسالی که در واقع شماره‌ای است که شرکت کنندگان به آن پیام می‌فرستند را مشخص کنید. اگر می‌خواهید از طریق GSM مودم دریافت داشته باشید، در این قسمت گزینه خالی را انتخاب کنید. در صورتی که می‌خواهید شرح مسابقه خود را برای گروهی ارسال کنید، زبان گروه را نیز در پایین مشخص کنید و دکمه بعدی را بزنید. در صفحه مشاهده شده بایستی تاریخ و ساعت شروع و پایان مسابقه را مشخص کنید و سپس دکمه بعدی را کلیک نمایید.
در اینجا بایستی سوالات مسابقه را وارد کنید و سپس به صفحه بعد رفته و در آنجا برای هر سوال گزینه‌های در نظر گرفته شده و پاسخ صحیح را انتخاب کنید. به طور مثال به طرح یک سوال می‌پردازیم. حال برای ثبت پاسخ از این قسمت استفاده می‌نمایید. پاسخ صحیح که گزینه دوم می باشد را انتخاب می کنیم. اگرچه نرم افزار پارس SMS قابلیت ارسال SMS بر اساس از طریق دستگاه مودم GSM را هم دارد، منتها در این سوال منظور ما از طرح این سوال روش ارسال بر اساس اینترنت می باشد. سپس بایستی گروهی را که می خواهید شرح مسابقه را به آنها ارسال کنید مشخص نمایید. در صفحه بعد چکیده‌ای از اطلاعات مربوط به سوالات و پاسخ‌های خود را می‌بینید. در انتها بایستی مشخص کنید که اگر تمایل دارید شرکت کنندگان شما بعد از شرکت در مسابقه پاسخی دریافت کنند، این پاسخ از نوع دستی باشد و یا از پاسخ‌های خودکار تعریف شده انتخاب شود. ثبت پاسخ خودکار دستی و یا شماره پاسخ خودکار. اگر نمی‌خواهید پاسخی ارسال شود، در این قسمت چیزی وارد نکنید و به صفحه بعد رفته و دکمه پایان را بزنید. کلید میانبر صفحه کلید این گزینه کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه M میباشند. فرمت پیام‌های پاسخ به مسابقه. با توجه به فرمت مسابقه ارسال شده جواب‌ها به 3 صورت خواهند بود. الف، اگر برای مسابقه علامت ارسالی تعریف کرده باشیم، لازم است که برای پاسخ در سطر اول SMS علامت ارسالی ذکر شود و اگر علامت ارسالی تعریف نکرده باشیم، برای پاسخ از همان سطر اول SMS باید گزینه پاسخ انتخابی ذکر شود. ب، اگر مسابقه فقط شامل یک سوال باشد، از همان سطر اول اگر شامل علامت ارسالی نباشد و یا سطر بعد از علامت ارسالی اگر شامل علامت ارسالی باشد، فقط گزینه پاسخ مورد نظر را ذکر می‌کنیم. اگر مسابقه شامل بیش از یک سوال باشد، چنانچه بخواهیم سوالها را به ترتیب پاسخ دهیم، کافی است فقط گزینه‌های مربوط به پاسخ هر سوال را به ترتیب و هر کدام در یک سطر ذکر کنیم. و اگر بخواهیم خارج از ترتیب سوالها به مسابقه جواب دهیم،
باید سوال و پاسخ مربوط به آن را با هم ذکر کنیم، به طوری که سوال و پاسخ بعدی در سطر بعدی ذکر شود. گزینه بعدی از این منو نظرسنجی می باشد. برنامه تبلیغاتی دیگری که شما می توانید استفاده کنید نظرسنجی است که مراحل ایجاد آن مانند مسابقه است. توجه کنید که در مسابقه نظرسنجی و یا صندوق انتقادات و پیشنهادات در یک زمان خاص نمی توان دو برنامه تبلیغاتی با علامت ارسالی 1 سال و یا علامت ارسالی خالی ثبت کرد. کلید میانبر صفحه کلید این گزینه کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه او می باشد. گزینه بعدی صندوق انتقادات و پیشنهادات می باشد. مراحل ایجاد صندوق انتقادات و پیشنهادات نیز دقیقاً مانند مراحل ایجاد مسابقه است. لذا از پرداختن به توضیح اضافی اجتناب می‌نماییم. کلید میانبر صفحه کلید این گزینه کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه F میباشند. گزینه بعدی قرعه کشی است. برای انجام قرعه کشی بر روی مسابقه مورد نظر خود کلیک راست کرده و گزینه قرعه کشی را بزنید. توجه داشته باشید که اگر برای این مسابقه قرعه کشی صورت گرفته باشد، سیستم به شما پیغام داده و دیگر مجاز به انجام قرعه کشی نیستید. کلیدهای میانبر صفحه کلید برای این گزینه کلیدهای ترکیبی کنترل به علاوه L می باشند. منوی تم‌ها. شما می توانید برنامه پارس SMS را با رنگ‌های دلخواه خود ببینید. برای این کار بایستی به منوی تم‌ها رفته و رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا با استفاده از کلیدهای میانبر رنگ دلخواه خود را بر روی نرم افزار اعمال نمایید. منوی فعالسازی. از این منو در نسخه‌های قدیمی‌تر نرم افزار استفاده می‌شد، ولی حال با نصب قفل کوچک همراه نرم افزار که در موقع خرید نرم افزار به شما داده خواهد شد به یکی از پورت‌های USB سیستم، قفل نرم افزاری سیستم فعال شده و دیگر نیازی به دادن کد نرم افزاری در این قسمت نمی‌باشد. منوی تنظیمات. این قسمت یکی از مهمترین بخش‌های نرم افزار بوده که در این قسمت می توانید برنامه خود را تنظیم نموده و از امکانات این تنظیمات در بخش‌های دیگر استفاده نمایید. با کلیک بر روی این منو پنجره شامل چندین تب مختلف نمایش داده خواهد شد که هر تب مخصوص تنظیمات قسمت‌های مختلفی از نرم افزار است که حال هر یک از این تب‌ها را توضیح خواهیم داد. سربرگ یا تب اول تنظیمات پیش‌فرض سیستم. در این سربرگ روش ارسال و دریافت پیش‌فرض سیستم را تنظیم می‌نماییم. چنانچه برای ارسال و دریافت پیام کوتاه از اینترنت استفاده می‌نمایید گزینه اینترنت و چنانچه از مودم GSM استفاده می‌نمایید گزینه GSM را انتخاب کنید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمایید. تنظیمات GSM مودم. از این قسمت برای وارد کردن تنظیمات مربوط به مودم GSM شما استفاده می‌شود. بعد از وارد کردن مقادیر می توانید از دکمه تست پورت برای امتحان از صحت اتصال به مودم استفاده کنید. اگر تست پورت با موفقیت انجام شد، تنظیمات مربوطه را ثبت کنید. شما می توانید از این تنظیمات در هنگام ارسال پیام از طریق مودم GSM استفاده کنید. در صورتی که از شماره پورت خود باخبر نیستید، به کنترل پنل فون اند مودم آپشن رفته و از قسمت مودم شماره پورتی را که دستگاه GSM و یا موبایل شما به آن متصل است را یادداشت کنید. تب تنظیمات سرور. از این قسمت برای تنظیم کردن مسیر پایگاه داده ها استفاده می شود. شما بایستی در این قسمت نام سرور، نام مسیر سروری که در آن پایگاه داده ها قرار دارد را وارد کنید. تنظیمات اینترنت. از این قسمت برای تنظیم نام کاربری و رمز عبور خود استفاده کنید. به این صورت که در سایت شرکت
که ابتدا در سایت شرکت عضو شده و همان نام کاربری و رمز عبوری که در سایت ایجاد نمودید را در این قسمت وارد نمایید. در این صورت شما می توانید با خرید نرم افزار از امکانات ویژه نرم افزار مانند بروز رسانی آن از طریق سایت شرکت استفاده نمایید. تب تنظیمات اینترنت تب جاری می باشد. در این قسمت نام کاربری، رمز عبور، تکرار رمز عبور و نام شرکت شما ثبت می شود. فاصله زمانی بروز رسانی پیام‌های دریافتی از اینترنت به طور پیش‌فرض بر روی 3 دقیقه تنظیم شده است که هر 3 دقیقه یک بار نرم افزار شما به سایت شرکت متصل شده و به طور خودکار بروز رسانی خواهد شد. تنظیمات شماره اختصاصی. شماره اختصاصی خود را در این قسمت وارد نمایید. توجه کنید که به منظور ارسال و دریافت پیام از طریق اینترنت حتما میبایستی این شماره را در این بخش وارد نموده و ثبت نمایید. ثبت امضای انتهای پیام. در این قسمت می توانید امضای مورد نظر خود را نوشته و ثبت کنید و در هنگام ارسال اس‌ام‌اس‌های مختلف از طریق هر یک از پیام‌های تبلیغاتی با انتخاب گزینه امضای انتهای پیام، امضای ثبت شده خود را در تماس اس‌ام‌اس‌های ارسالی نمایش دهید. پیام‌های تبریک. متن پیام‌های تبریک تولد و یا ازدواج خود را در این قسمت وارد نمایید. پشتیبانگیری از داده‌ها. جهت پشتیبانگیری از کلیه اطلاعات درون نرم افزار در قسمت اول کلید جستجو را زده و یک نام برای فایل پشتیبان خود تایپ کنید و سپس دکمه پشتیبانگیری از پایگاه داده را بزنید. در این صورت یک فایل با نامی که شما انتخاب کردید در مسیر انتخابی شما ایجاد می شود که شما می توانید جهت انتقال اطلاعات از سیستم خود به سیستم دیگر از این فایل استفاده کنید. بدین صورت که فایل را به سیستم مقصد منتقل کرده و در آن سیستم با ورود به قسمت تنظیمات و تب پشتیبانگیری از پایگاه داده ها این بار در قسمت دوم صفحه دکمه جستجو را کلیک کرده و فایل مورد نظر را انتخاب می کنید. سپس دکمه بازگرداندن فایل پشتیبان را بزنید. منوی گزارشات. همونطور که در تصویر مشاهده می کنید گزارشات نرم افزار به دو بخش پیام‌های ارسالی و پیام‌های دریافتی قسمت می شود که هر یک را به تفکیک توضیح خواهیم داد. پیام‌های ارسالی. با انتخاب این گزینه شما می توانید از پیام‌هایی که ارسال کردید گزارش تهیه کنید. برای این کار می توانید فیلترهایی نیز بر روی تهیه گزارش خود اعمال نمایید و بر اساس فیلترهای اعمال شده گزارش خود را مشاهده کنید و از آن نسخه چاپی تهیه کنید. همچنین می توانید پیام‌های ارسالی خود را بر اساس فیلتر اعمال شده حذف نموده تا فضای اشغال شده توسط آنها درون پایگاه داده ها آزاد شود. برای تهیه گزارش فیلتر مورد نظر خود با زدن دکمه ثبت اعمال کرده و سپس با زدن دکمه گزارش مورد نظر خود را مشاهده کنید. به طور مثال گزارشی از پیام‌های ارسالی که بر اساس روش اینترنت ارسال شده‌اند و وضعیت آنها ارسال شده است و نوع ارسال فوری بوده است را ثبت می‌کنیم و روی دکمه گزارش کلیک می‌نماییم. منتها چون در این قسمت ما پیامی را ارسال نکردیم، گزارشی را نخواهیم دید. از طریق گزینه پیشنمایش چاپ نیز می توانید نسخه چاپی گزارش را تهیه کنید. پیام‌های دریافتی. با انتخاب این گزینه شما می توانید پیام‌های دریافتی خود را مشاهده، ویرایش و یا حذف نمایید و بر اساس فیلتر مورد نظر خود از آنها گزارش گیری کنید.
با استفاده از کلید جستجو شما می توانید پیام‌های دریافتی خود را بر اساس فیلترهای مختلف مشاهده و یا حذف کنید و سپس با رفتن به منوی گزارش پیام‌ها را مشاهده کنید و یا از آنها نسخه چاپی تهیه کنید. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید متن پیام دریافتی خود را به صورت کامل مشاهده کنید، بر روی متن دوبار کلیک کرده تا متن را به صورت کامل ببینید. قبل از آنکه به توضیح گزینه بعد بپردازیم، مختصری پیرامون پیام‌های زمانبندی شده توضیح خواهیم داد. چنانچه شما مایل باشید پیام شما در زمان و روز خاصی ارسال شود، میبایستی پیام خود را از نوع پیام تبلیغاتی ایجاد کرده، سپس روی پیام راست کلیک کرده و گزینه ارسال را انتخاب نمایید. پنجره نمایان می شود که در قسمت دوم این پنجره زمان ارسال پیام را می توانید تعیین کنید. دو نوع زمانبندی برای پیام‌های ارسالی وجود دارد. یک زمانبندی استاتیک که در اینجا همان انتخاب گزینه انتخاب زمان می باشد. در این روش پس از انتخاب تاریخ و زمان مورد نظر دکمه ارسال را کلیک کنید. اگر نرم افزار در زمان مورد نظر اجرا بوده، در آن زمان ارسال پیام انجام می گردد. در این غیر این صورت در اولین زمان بعد از تاریخ و زمان مورد نظر که نرم افزار اجرا می شود، ارسال پیام صورت می گیرد. روش دوم زمانبندی دوره‌ای است که در اینجا همان انتخاب گزینه ارسال دوره‌ای می باشد. اگر تمایل داشته باشید تا پیامی را به صورت دوره‌ای ارسال کنید، این گزینه را انتخاب کنید. پس از انتخاب بایستی تاریخ شروع دوره را مشخص کنید و پس از آن تاریخ پایان دوره. در غیر این صورت تعداد دفعاتی که تمایل دارید پیام شما تکرار گردد را مشخص کنید و سپس زمان ارسال بر اساس ساعت و دقیقه. حال بایستی نوع ارسال خود را بر اساس روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه به همراه پارامترهای مورد نظر مشخص کنید. اگر نرم افزار در زمان مورد نظر اجرا بوده، در آن زمان ارسال پیام انجام می گردد. در غیر این صورت در اولین زمان بعد از تاریخ و زمان مورد نظر که نرم افزار اجرا می شود، ارسال پیام صورت می گردد. برای اطلاع از وضعیت پیام های زمان بندی شده می توانید به قسمت گزارش زمان بندی ارسال رفته و در آن پیام های زمان بندی شده خود را بر اساس پارامترهای مورد نظر جستجو کنید. و حتی می توانید با استفاده از دکمه‌های فعال و غیر فعال و سپس زدن دکمه ثبت آنها را فعال یا غیر فعال نمود. منوی بعد منوی ارسال می باشد. در قسمت ارسال شما می توانید با انتخاب مثلث کوچک پایین این قسمت گزینه ارسال فوری پیام کوتاه را انتخاب کرده و برای پیام فوری خود یک اسم انتخاب کنید. سپس متن پیام را وارد کنید و دکمه بعدی را بزنید. در اینجا می توانید شماره‌هایی را که قصد ارسال پیام به آنها را دارید یا وارد کرده یا از دفترچه تلفن انتخاب کنید. سپس روش ارسال پیام خود را انتخاب کنید و سپس با زدن دکمه ارسال پیام شما ارسال خواهد شد.
اگر در قسمت برنامه‌های تبلیغاتی یکی از برنامه‌ها را انتخاب کنید، گزینه دوم منو یعنی گزینه ارسال پیام کوتاه فعال می شود و شما می توانید آن برنامه را ارسال کنید. در صورت انتخاب یکی از برنامه‌های تبلیغاتی از منوی ارسال پیام کوتاه فعال می شود. گزینه بعدی پاسخگویی خودکار می باشد. پاسخ خودکار بدان معنی است که در برابر پیامی که برای شما ارسال می شود و با توجه به متن آن پیام سیستم به صورت خودکار پاسخ مورد نظر شما را برای فرد ارسال می کند. ایجاد پاسخ خودکار جدید. برای این منظور بایستی از منوی ارسال پاسخگویی خودکار و سپس گزینه ایجاد پاسخ خودکار جدید را انتخاب کنید. حال بایستی اگر از طریق اینترنت دریافت دارید شماره اختصاصی دریافتی خود را مشخص کنید یا اگر از طریق دستگاه GSM مودم دریافت دارید گزینه خالی را انتخاب کنید. سپس گروه مورد نظر خود و یا همه گروه ها را انتخاب کنید که همه گروه ها منظور هر فردی است که به شما پیام ارسال می کند. سپس کلیدواژه های خود را انتخاب کنید. منظور از کلیدواژه متنی است که در پیام فرستنده مشاهده می شود و بر اساس آن پاسخ خودکار مورد نظر ارسال می گردد. شما حتی می توانید با انتخاب دکمه ثبت کلیدواژه خالی مشخص نمایید اگر فرد پیام خالی ارسال نمود چه پیامی در پاسخ برای او ارسال شود. با زدن دکمه بعدی برای هر کلیدواژه پاسخ مورد نظر خود را وارد کنید و دکمه اضافه را بزنید. سپس به مرحله بعد بروید و با زدن دکمه پایان پاسخ خودکار شما ایجاد می شود. ارسال خودکار از طریق فایل. در قسمت تنظیمات مکانی برای ورود مسیر فایل اکسل، XML و یا تکست وجود دارد که شما می توانید مسیر یک دایرکتوری یا درایو کامپیوتر خود را در آنجا مشخص کنید که بعد از این کار به محض اینکه در مسیر مشخص شده فایلی ایجاد شد و یا تغییر کرد که با فرمت فایل‌های ارسالی مطابقت داشت، برنامه به صورت خودکار و با روش ارسال پیش‌فرض برای شماره‌های درون فایل متن مشخص شده را ارسال می‌کند. فایل مورد نظر را از منوی تنظیمات در این قسمت می توان وارد کرد. ارسال پیام تبریک. برای اینکه بتوانید برای اشخاصی پیام تبریک تولد یا ازدواج را در سالگرد تولد یا ازدواجشان ارسال کنید، بایستی در ابتدا تاریخ تولد یا ازدواج فرد را در دفترچه تلفن مشخص کنید و تیک مربوط به ارسال پیام تبریک را بزنید. سپس در قسمت تنظیمات نرم افزار و در بخش پیام‌های تبریک
متن پیام تبریک را مشخص نمایید. توجه داشته باشید که در اینجا نیز مانند پیش‌نویس و پیام‌های تبلیغاتی می‌توان از پارامترهای دفترچه تلفن در متن استفاده نمود. بدین ترتیب در هنگام اجرای نرم افزار در سالگرد تولد یا ازدواج فرد به شما پیغامی مبنی بر تمایل شما برای ارسال پیام‌ها نمایش داده می‌شود و سپس در صورت تایید شما برای اشخاص انتخابی شما پیام ارسال می‌گردد. اگر تمایل دارید بعد از اجرای نرم افزار پیام‌های تبریک را ارسال نمایید، از منوی ارسال پیام تبریک را انتخاب کنید و سپس افراد مورد نظر خود را انتخاب و ارسال کنید. متن پیام تبریک از منوی تنظیمات در این قسمت میتوان وارد کرد. منوی صفحه اصلی. با کلیک بر روی این گزینه شما به صفحه اولیه نرم افزار باز خواهید گشت. گزینه درباره نرم افزار. با کلیک بر روی این گزینه وارد محیط راهنمای نرم افزار می‌شوید. درباره ورژن نرم افزار و اینکه کدام یک از ورژن‌های نرم افزار را شما استفاده می‌کنید اطلاعاتی به شما داده می‌شود و با کلیک بر روی راهنما نیز راهنمای استفاده از نرم افزار و چگونگی نصب آن و چگونگی کار با محیط نرم افزار به صورت فایل متنی آموزش داده خواهد شد به شما. امید است که این راهنما مورد استفاده شما کاربران عزیز قرار گرفته باشد. جهت کسب هر گونه اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس opp.co.ir مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 0711 831 2058 تماس حاصل نمایید. با تشکر از توجه شما.